آیا میدونستی همه چیز با شناخت خودت آغاز میشه؟ شناخت خود منشأ تمام دانش هاست. اولین گام در جهت بهبود عزت نفس شناخت خوده. پس بیا علایق، ارزش‌ها، جهانبینی، افراد پیرامونت و از همه مهمتر نظراتی که درباره خودت داری رو شناسایی کن. این رو هم بدون در بسیاری از مواقع این نظرات و ارزش‌ها تحت تأثیر اطرافیان قرار می‌گیرند. بنابراین تمایز قائل شدن میان این که آیا این افکار مربوط به خود ما هستند یا اینکه تحت تأثیر خانواده، فرهنگ یا جامعه هستند کمی دشواره. حالا این نظرات هرچی که باشن و از هر کجا که نشأت گرفته باشند بدون شناخت خودمون امکان پذیر نیستند. پس ضروریه تا مسیر خودمون رو بیابیم، راه خودمون رو طی کنیم و در نهایت به هدف خودمون دست پیدا کنیم. این کار مهم رو به تعویق ننداز. از زمانی هم که شما این کار رو انجام بدی به یک خودآگاهی دست پیدا می‌کنی که زندگی فراتر از اون